درود رفقا، به کانال فارس هواشی خوش اومدین. توی ویدیوی امروز هم با کلی خبر جدید و شنیدنی در خدمت شما هستیم. چرا آریا کوکسر و کوروش دیگه با هم ویدیو نمیگیرن؟ واکنش آریا کوکسر به برنده نشدن تو مراسم امیر ایزد، دلیل حمایت نکردن علی رکسا از استریم خیریه آریا کوکسر، معذرت خواهی امیر ایزد بابت تیکه‌ای که به ممنتو انداخته. توی این ویدیو قرار همه این موارد رو کاملا بی‌طرفانه بررسی کنیم. پس رفقا لطفاً با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید. قبل از هر چیزی یه نکته: آریا کوکسر با هیچ کدوم از افرادی که اسم میبریم مشکلی نداره و فقط توی استریم به سوالای مخاطبا جواب داده، چون یه سریا زیادی گیر دادن و اذیتش کردن. دلیل ویدیو نگرفتن آریا کوکسر و کوروش چیه؟ آریا توی استریم جواب میده و میگه واقعا چرا؟ مثلا داستان چیه؟ یا مثلا اون یکی میاد میگه نمیدونم تو مگه نگفتی میری کانادا ویدیو میگیری با بچه؟ آقا گفتم نیومدن، چیکار کنم دیگه؟ بشینم گریه کنم؟ شاید اصلا با من حال نمی کنن حاجی، نمیتونم برم التماس کنم پاشید بیاید ویدیو بگیر. نیومدن، چیکار کنم؟ دمشون یا انشالله که موفق باشم. من برم مثلا ببندم کانالو؟ چیکار کنم واقعا؟ مگه من اولش که اومدم تو یوتیوب با کسی اومدم؟ خودم اومدم بالا دیگه، خودم ویدیو گذاشتم. همیشه هم دوستا و خانوادم پارسا بوده تو ویدیوام و دوستای نزدیکم. چی کار کنم دیگه آجی؟ هر کی اومد نیومدم فدا سرم و فدا سرتون دیگه. من واقعا نمیدونم دیگه چجوری جواب بدم. و راجع به برنده نشدنش تو مراسم دیوان باردز میگه ولی نه دنبال جایزه، هر کی هم برد میشه جونش. من به خدا برای سام مسیج دادم، گفتم دمت گرم، مبارکت باشه، مرسی از اینکه یاد من کرد. حداقل تو یاد من کردی، میدونی؟ دمت گرم داداش، مرسی. ولی نبردم، چیکار کنم؟ خوش به حال هر کسی که برد خدایی. مثلا بشینم بزنم تو سرم گریه کنم اینجا وای، و مثلا بیام بگم نه اصلا مراسم خالی بندیه، مراسم نمیدونم گوه توش، مثلا بیام چیکار کنم؟ یا الان مثلا دراما را بندازم بگم فلان مثلا این شکل. الان این همه دارن بنده خدا زحمت میکشن تو ایران، بالاخره دارن زحمت میکشن دیگه. حالا اصلا بگو رای گیری هم چرت و پرت بود. همین که هست یه چیزی هست که الان رقابت زیادتر بشه، هیچکی ما رو تحویل نمیگیره تو، یعنی هیچ کامیونیتی ما رو تخمش هم حساب نمیکنه. اینو واقعا بهتون میگم یعنی یوتیوبری که توی کانادا مثلا 20,000 تا سابسکرایبر داره، یا مثلا این ردبول یا مثلا بهش $50,000 پول میده. خب بی‌ناموس بیا این $50,000 رو بده به ما. به خدا این همه ایرانی ریخته تو کانادا و آمریکا و تو دنیا، 100 برابر اون ما برای تامین. تو اصلا اسم ایرانی و یعنی واقعا خاک تو سرمون کنن. به خدا اصلا اعصاب من تخمی، هر وقت اسم ایرانی و زبان فارسی میاد اینجوری میزنن تو سرمون. تقصیر خودمونه دیگه. من قهوه بیارم. و اما ماجرای حمایت نکردن علی رکسا از استریم خیریه چیه؟ همه میدونن که علی رکسا با استریم خیریه مخالفه، به همین دلیل از نیکروز آریا کوکسر حمایت نکرده. حتی توی پیوی یه سری بحثای کوچیک بینشون پیش اومده. من که اصلا یعنی میگم چی کار کنم؟ مثلا چه میدونم، من به علی رکسا هم مسیج دادم برای ویدیوی نیکروز که گفت من حاجی نیستم این موضوع رو اینا، و منم با هم دیگه وایس دادیم و اینا، پریدیم به هم دیگه و من گفتم آره تو چرت و پرت میگی، اونم گفت نه تو چرت و پرت میگی. حالا با هم دعوا نکردیم هم دیگر هم داریم، فالو داریم بالاخره. هرچند که من اون موقع اینقدر عصبی بودم اصلا می‌خواستم یه کار دیگه بکنم، ولی بعداً به این فکر رسیدم که نه نمیخواد. چی کار کنم الان؟ بیام مثلا بزنم دعوا رو بندازم یا مثلا بگم وای نه اوکی چیکارش کنم؟ نه
اگه بود که خیلی‌ها به خاطرش دونیت میکردن. حالا هم نه چیکار کنم مثلا الان بیام مثلا بگم نه، مثلا بگم وای بدبخت شدیم. امیر ایزد توی استریمش به ممنتو تیکه میندازه، ولی بعدش توی یه وایس تلگرامی معذرت خواهی میکنه و میگه خب بچه ممنتوه درسته من دلخور شدم از مدل رفتنشون، به نظرم درست نبود، ولی مدل بیان کردن منم اصلا درست نبود. من عذرخواهی میکنم بابت مدلی که بیان کردم، ذره جوگیر بازی در آوردم، چون به نظرم نیازی نبود تو استریم بخواد این شکلی بیان شه. در مورد ساندویچ هم که اصلا اشتباه کردم، واقعا چرت و پرت گفتم. ساندویچ مثلا مهموناست دیگه، حالا می‌خواست 20 تا برداره، اصلا خیلی چرت و پرت واقعا مزخرف گفتم. من داشتم عذرخواهی میکنم و اون ناراحتی هم خودم بعد پرایوت بهشون میگفتم. اشتباه من بود که اصلا تو استریم واقعا نیازی نبود تو استریم مطرح شه. من ازش میگم تو عذرخواهی میکنم. ریاکشنی هم اگه نشون دادم رفتن تلگرامش چیزی گفتن یا هر چی، عذرخواهی میکنم، جبران میکنم براتون. 10 تا ساندویچ دیگه وقت رفتار درستی نیستش که ما هیچ وقت اشتباه نکنیم. رفتار درست اینه که اگه اشتباه میکنیم بپذیریم. من اشتباه کردم واقعا، نباید تو استریم اونجوری مطرح میکردم، مثلا کلا غلط بود و جوگیر بازی دیگه. پخش زنده همینه. من ریدم، بعدم ریدم، عذرخواهی میکنم. یه رفتاری هم غلط باشه تو باید به نحوه درستی اون غلط بودن رو بیان کنی، تو جای درست، تو بیان درست. مثلا کلا اشتباه رفتم، مثلا جاده خاکی رفتم و منطقی نبوده. قبول کردم، بهش فکر کردم در آرامش و من میپذیرم این موضوع رو. بچه‌ها ممنتو هم دمشون گرم، از شهرستان اومدن، کلی تو راه بودن، دیروزش خاطر من موندن، لطف کردم واقعا. اون شبم خب دیرشون شده، من درک میکنم، نه با نحوه رفتنش یه ذره مورد داشتم. آره اونم قابل درک دیگه. به هر حال اونا فکر می‌کردن اون مدلی رفتن درسته، من یه مدل دیگه فکر می‌کردم. این چیزی نبود که اصلا بخوام عمومی کنم، پابلیک کنم. جوگیر شدم.